الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، مسئله نمازی سفر را به تفصیل به ما فهمانید. این سوال یکی از برادران است. بارک الله فیکم. در حقیقت این شریعت الله رب العزت و الجلال است که در سفر انسان نمازهای فرضی 4 رکعته را 2 رکعت میخواند، اما نماز 3 رکعته مغرب در جایش مثلی پیشتر باقی میماند و سنت های نماز را غیر از سنت فجر دیگر سنت ها را نمیخواند. نماز بامداد مثل دیگر نمازها، نماز فجر مثل پیشتر باقی میماند، هم سنت و هم فرضش. و نماز ظهر سنت هاش خوانده نمیشود، بلکه فقط 2 رکعت فرضش خوانده میشود. و نماز عصر فقط 2 رکعت خوانده میشود. نماز مغرب یعنی شام 3 رکعت فرض خوانده میشود و سنتش خوانده نمیشود. و نماز خفتن 2 رکعت فرض خوانده میشود و ویترش البته خوانده میشود. حدیثی به این دلیل حدیث عایشه مادرمان رضی الله عنها است که در بخاری و مسلم روایت شده است که میگویند ما ترک النبی صلی الله علیه و سلم رکعتین قبل الفجر و صلاة الوتر و صلاة التهجد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالت مسافر بودن هم 2 رکعت پیش از بامداد این سنتی که هست، راتبه‌ای که هست، ترک نکرده اند و اینچنین نماز ویتر را ترک نکرده اند و اینچنین نماز تهجد را که 8 رکعت بود البته ترک نکرده اند. بارک الله فیکم. و در بعضی روایت ها نماز شب را 13 رکعت روایت کردند، در خودی حدیثی متفق علیه. پس این دلالت میکند که در سفر نخواندن سنت های نماز سنت است و خواندن نمازهای 4 رکعته فرضی 2 رکعت خواندنش این سنت است. چخیلی که مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت میکنند، در حدیث صحیح آمده است که میگویند اصل السنت کان رکعتین. اصل نماز در مکه 2 رکعت بود. نمازهای فرضی هم همه نمازها 2 رکعتی بود. فلما صف هاجر النبی صلی الله علیه وسلم الى المدینه زاد علیه رکعتین. زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به مدینه آمدند به بالای این 2 رکعت با 2 رکعت دیگر زیاد کردند. فی السفری، زمانی که یعنی سفر میکنند، فرض اصل الصلاة و فی الاقامه مع الزیاده. یعنی وقتی که انسان سفر میکند اصل نماز رو میخواند که الله فرض کرده بود. در اصل الله همه نماز رو 2 رکعت فرض کرده بود. وقتی که انسان سفر میکند به اصل باز میگردد و 2 رکعت فرض میخواند. اما وقتی که مقیم میشود این زیادتی که شده است بعد از هجرت نماز فرض رو 4 رکعتی میخواند. این حدیثی است. و البته ما باید منهجمون، اسوه‌مون، الگویمون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یگان سفرشان نماز رو پوره نخوانده اند. رسول الله در تمام و جمیع سفری که میکردند نماز رو قصر میخواندند. خیلی که بیان کردیم نمازهای 4 رکعت را 2 رکعت و سنت بامداد را میخواندند و نماز ویتر میخواندند و تهجد را میخواندند، زیرا که تهجد حکمش بر رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگر حکم بود. پس البته امت رسول الله صلی الله علیه و سلم باید به پیامبر اقتدا بکند، چرا که رسول الله گفتند صلوا کما رأیتمونی اصلی. شما نماز خوانید چگونه ای که مرا میبینید که میخوانم همون گونه خوانید. البته در رکعت هم، در قیام و رکوع و سجود هم ما باید مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم خوانیم. پس بارک الله فیکم. وقتی که در سفر رسول الله 4 رکعت را 2 رکعت کردند و سنت را غیر از سنت فجر بامداد دیگر سنت را نخواندند، باید اینچنین ما عمل بکنیم. و البته امام بخاری و مسلم روایت میکنند از انس بن مالک رضی الله عنه که میگویند خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. من با همراهی رسول اکرم صلی الله علیه و از مدینه بیرون شدم، خارج شدم تا به مکه رفتیم و اینچنین از مکه تا مدینه گشتیم و آمدیم. در این همه وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز رو 2 رکعت میخوانند. البته نماز 3 رکعته مغرب 3 رکعت میماند. ما در موضوع نماز 4 رکعته گفتیم. و اینچنین بخاری و مسلم روایت میکنند از ابن عمر رضی الله عنهما میگویند صحبت رسول الله صلی الله علیه و سلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك رضی الله عنهم. من هم سفری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شدم که در سفر هیچگاه از 2 رکعت زیاد نماز نمیخواندند. نماز رو 2 رکعت میخوندند فرض رو. و ابو بکر، عمر، عثمان نیز
در سفر همراهشان بودم که همچنین بودند. و البته این حدیث انس بن مالک و حدیث ابن عمر رضی الله عنهم اجمعین هر دوش هم در بخاری و مسلم حدیث متفق علیه است، شیخان روایت میکنند و این دلالت میکند که در سفر انسان باید فرض رو 4 رکعت رو 2 رکعت خواند و 3 رکعت مغرب در جاش میماند و سنت ها غیر سنت فجر خوانده نمیشود و البته ویتر سنت ویتر خوانده میشود. بارک الله فیکم. اما در مسئله این که حکم این تقصیر کردن، حکم قصر کردن چیست؟ البته کسی که مسافر باشد حکمش قصر کردن در این مسئله علما اختلاف میکنند. جمهور علما میگند نماز رو در سفر قصر خواندن این سنتی مؤکده است و یک روایت از امام شافعی آمده است که البته این روایت رو والله اعلم بعضی ها شاذ هم میگند، در یکی از قول های امام آمده است که یعنی پوره خواند افضل است گفتند. البته این مخالفی حدیث است. وقتی که مخالفی حدیث است لا اجتهاد من الناس، اجتهاد حجت قیاسی کسی قبول نمی شود. و البته یک قولی امام شافعی است که امام شافعی خودشون در فتوا الجدید قول جدیدشون به امیر رد زدند و مذهب سوم میگن که واجب است، یعنی کسی که مسافر می شود نماز رو قصر خواندنش مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندنش واجب است و این مذهب ابو حنیفه رحمه الله تعالی است و یک روایت از احمد بن حنبل است. پس بارک الله فیکم. لیکن قول صحیح و قول راجح والله اعلم این است که علما میگویند قصر خواندن نماز در سفر این سنتی مؤکده است، ترک کردنش مکروه است. چخیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابن القیم الجوزی و علمای زیادی از محققین همین رو اختیار کردند. ترک کردنش مکروه است، یعنی بنیاد کاری بد است، مخالف سنت است، اما حرام نیست. ترک کردنش یعنی گناه کبیره نیست، زیرا که مادرمون عایشه رضی الله عنها و عثمان ابن عفان رضی الله عنه در سفر خصوصا در مینا نماز رو پوره خواندند، در بعضی حالات ها پوره خواندند و صحابگانی که به عثمان اقتدا کردند نماز رو به عثمان اقتدا کردند خواندند. وقتی که این حکمش واجب می بود، یعنی ترکش حرام می شد، ترک کردن نماز قصر در سفر حرام می شد، پوره خواندن یعنی جایز نمی شد، در این حالت صحابگان به عثمان ابن عفان رضی الله عنه پیروی نمی کردند بلکه بیان می کردند. و این روایت از در مسئله فعل عثمان ابن عفان رضی الله عنه در بخاری آمده است که وقتی که به عبدالله ابن مسعود خبر می رسد که عثمان ابن عفان در مینا نماز رو قصر نیو بلکه پوره خونده اند، میگن انا لله و انا الیه راجعون، ما از جانب الله هستیم باز به جانب الله باز میگردیم. صلیت مع النبی صلی الله علیه و سلم فی مینا رکعتین، من در مینا در حج منطقه مینا با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 2 رکعت نماز خوانده بودم. البته این عمل عثمان ابن عفان و عمل مادرمون عایشه رضی الله عنها مخالف سنت است و ما در اینجا قول جمهوری صحابه و این چنین فعل خودی نقل عایشه رضی الله عنها مادرمون قولی و فعل قولی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو میگیریم و اما یعنی قصر خواندن رو واجب، حکمش رو واجب نمیگیم بلکه سنتی مؤکده میگیم و ترک کردنش رو مکروه میگیم. چخیلی که این سخنی علمای محققین از ابن تیمیه و ابن باز و محمد ابن ابراهیم و بعضی از علما ذکر کردن و ابن القیم الجوزی هم همین رو ذکر کردن. و ابن القیم الجوزی در زاد المعاد مجله اول صفحه 464 میگند و حدیث عایشه فی مخالفه ذلك لا تقوم به الحجه، حدیث عایشه که در مخالفه سنت رسول اکرم صلی الله علیه و در مسئله نماز مسافر آمده است که گو پوره خواندن، حجت در این وجود ندارد. بارک الله فیکم. پس این عدد رکعت هایش بود و نخواندن سنت. البته نخواندن سنت در سفر این خودش سنت است، نخواندن سنت در سفر این سنت است، نخواندن سنت های راتبه در سفر این سنت است. اما علما اینچنین در مسئله این که مسافر کی هست اختلاف کردن. از همین جهت امروز بعضی انسان ها رو میبینید که نماز رو قصر میخواند و بعضی ها رو میبینید که نماز رو پوره میخواند. البته الحمدلله در این موضوع یک رساله‌چه به زبان عربی در حالت ختمی، یعنی در حالت فارغ التحصیل شدن از جامعه مدینه منوره از من طلب کرده بودن، چرا که هر کسی که دانشگاهی شریعت مدینه منوره یا که غیر شریعت حدیث یا که عقیده یا که قرآن را میکند ختم میکند، پیش از ختم و پیش از گرفتن دیپلم باید یک رساله نوشته که موضوع من در این مسئله نماز سفر بود، حد
اقامه و سفر. بارک الله فیکم. در اینجا مختصرا ما اقوال رو جمع کردیم که در این مسئله مذهب ابو حنیفه، مذهب امام شافعی 4 روز است، مذهب امام احمد ابن حنبل 6 روز است و مذهب امام مالک رحمه الله را بعضی از علما 8 روز میگن و مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله 15 روز است. یعنی مدتی مسافر شدن. از این زیاد اگر نیت کردید که بیستید البته مقیم میشوید میگن. و مذهب پنجم مذهب احمد ابن حنبل این 20 روز است. و مذهب ششم که محمد ابن عبدالبر در کتاب تمهید یا که استذکار نوشتند و صاحبش رو نگفتند و این مذهب رو به هیچ کسی نسبت ندادند که میگند از خانه ات برآمدن تا گشته در آمدن چند سالی باشد تو مسافر هستی و دلیل های صحابه را ذکر کردند و البته این ضعیف ترین مذهب است و گوینده‌اش هم وجود ندارد. این رو ذکر کردند و نقل کنندش محمد ابن عبدالبر است. از برآمدن تا در آمدن که امروز این قول ضعیف مشهور است، بسیار برادرها به همین عمل میکنند که البته این ضعیف ترین قول است. این ششم قول است. و هفتم قول کسی است که میگوید وقتی که به سفر برآمدی به خاطر تعلیم گرفتن، به خاطر چیزی دیگره، در این حالت دونی که بعد از 4-5 سال باز به منطقه باز میگردی، در این مدت تو چی بخون؟ قصر بخون و بعد از بازگشت باز با پره. و مذهب هفتم این مذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله است که میگویند هر کسی که سفر بکند به یک منطقه و در اونجا ما نظر میکنیم به امنیتش، یعنی امروز به دکمنت هایش که دارد یا ندارد، در کوچه گشته میتواند یا نمیتواند، آیا خانه دارد یا ندارد، شرایط دارد یا ندارد، یعنی اجاره یا که غیر اجاره، یا که به حالت اقتصادیش و حتی به اساس بیتش، یعنی چیزهایی در خانواده‌اش که آیا مثلا چیزهایی هست که زندگی کردن از جای جاگه وجود دارد یا ندارد. وقتی که این شرایط مهیا بود، وقتی که شما سفر کردید مثلا از سوجستان به روسیه یا که به یک جای دیگر که راست رفتید به خانه در آمدید، به خانه‌ای که دیگه طبق دارد، جای خوب دارد، دکمنت های شما خوب است، در این حالت شما مسافر نیستید، شما باید پره بخونید. اما در حالت سفر در مثلا هواپیما، پاییز، مثلا قطار یا که در این ماشینی که راه میگردید، در این حالت شما وقتی که به نیت سفر برآمدید، در این راه تا به یک مقیم مکان خودشان رسیدن، البته شما نماز را به اجماع علما به اتفاق چه میخونید؟ البته قصر میخونید. و البته قول صحیح همین قول شیخ الاسلام ابن تیمیه است. برای همین ما به برادران میگیم بارک الله فیکم که وقتی که شما به روسیه رفتید که خانه دارید، جا دارید، دکمنت دارید، پاسپورتتون روسی است، یعنی ترس نیست، امن نیست، کور نیست، پول هست، همه شرایط هست، در این حالت پول خونید. اما شما رفتید که خانه ندارید، دکمنت ندارید، حالا با دکمنت مشغولید، پول ندارید، قرض دارید، مشکلی کور وضمین است، تا زمانی که شرایطتون خوب میشن نماز رو قصر خونید. وقتی که دکمنت ها پول دار شدید، دکمنت ها خوب شد، ورق ها خوب شد، اسانید خوب شد، وقتی که خونه به خانه کوارتیر باشد هم به ایجار رفتید و زندگی کردید، شرایط که خوب شد، مشقت که کم شد، در این حالت نماز رو پر خونید. بارک الله فیکم. اما مذهبی کسی که میگه از خانه برآمدن تا گشته در آمدن میخونی، فرق ندارد به کدام نیت باشد، این مذهبی ضعیف است. بارک الله فیکم. اما دلیل هایی که از صحابه میارند که صحابه به آذربایجان رفتند و در به سمرقند یا که به تابعین که به سمرقند یا که به خراسان یا که به ایران رفتند 6 ماه، بعضی روایت ها 1 سال 2 سال استادند و بعضی روایت ها است که اگر 10 سال استم یا که تا مردن استم نماز رو در اینجا باقی مانم، نماز رو قصر میخونم. روایت هایی که از صحابه و تابعین آمده است، این روایت ها به حکم قصر دلیل قصر نیست، بلکه این دلیل به قصر کسی که مجاهد است. یعنی در تمام 4 مذهب اتفاق است که هر کسی که به خاطر یعنی پیشرفت جیش اسلام برای لشکری پیشرفت فتوحات اسلامی در لشکری مسلمان ها باشد، در این حالت نماز را در حالت جنگ بین کفر اسلام، در حالت فتوحات، در حالت جهاد نماز را قصر میخواند. بارک الله فیکم. و کسی که در درون تورمه هست، در درونای سجن هست، در درونای حبس خانه هست، اینها هم به اتفاق علما، البته در حالتایی که مشقت است و وزنی هست، معروف است که امروز مشقت است، در این حالت نماز رو قصر میخونند. بارک الله فیکم. و دلیلی که از صحابه آورده میشد به این جنگی که اونها به خاطر جنگ رفته بودن تحمیل داده میشد. بارک الله فیکم. پس این بود